برای شیرینی پفک گردویی نیاز داریم به 2 تا زرده تخم مرغ، 50 گرم پودر قند، 70 گرم گردو، اینجوری که زیر دندون بیاد دیگه، خیلی ریز یا خیلی درشت نباشه. 1 قاشق آرد سفید، 1 قاشق چایخوری و 1 قاشق چایخوری وانیل و پودر هل. وانیل و پودر قند رو مخلوط میکنیم و با همزن 5 دقیقه میزنیم. این مرحله 1 قاشق آب داغ رو هم میریزیم مخلوط میکنیم. تو این مرحله آرد رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. تو این مرحله گردو رو مخلوط میکنیم. هرچی پرگردوتر باشه طعم شیرینیمون خوشمزه تر میشه. اینجا میتونیم توی مرحله هم با قیف هم با قاشق کوچیک‌تر به ابعاد کوچیک بریزید داخل سینی فر. حتما کاغذ روغنی گذاشته باشه. اندازه‌ای که دوست دارید میتونید بذارید. اگه دوست داشتید خلال پسته هم یه دونه برای تزیین روشون بذارید. بعد بذارید دیگه تو فر. یه روش دیگه هم که تنبلیشه، خودتون اگه خودتون میخورید نه واسه دیگران، با دست بهش فرم بدید، اینجوری صافتر و کوچیک‌تر در میاد، بهتره. خب من تا اینا رو دارم میزنم، یه دونه چای هم بزنیم تا سری اول کیک پخته بشه. خب این سینی اولی که حالا حاضر شده با اون مواد دقیقاً 3 تا سینی از این شیرینی گردویی میده. حالا این سری رو بزرگتر دارم، سری بعدی ریسته. خیلی هم خوشبو شده. خب این بذار من زوم کنم، این از بافتش. تا این چه چیز خفنی. خب این شیرینی ها تا 1 ماه داخل ظرف دربسته میمونن. فقط شرطش اینه که اولش خشک بشه، اصلا گرم نباشه، سرد بشه، همینجوری از فر درآوردین داخل یخچال نذارید. بعد داخل ظرف دربسته میذاریم. من واسه یلدا اینا رو درست کردم. خب اینم از نتیجه شیرینی گردویی که خیلی هم راحته، خوراک مهمونیه واسه یلدا، عید، خیلی هم خوشمزه است.